عرضش 23 متر، نصفش 23 چند میشه؟ 46 46 متر عرضش شده دیگه. خاک نمده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، مسافرین محترم، خیرین، خواهران، مادران، وقت همگیشون بخیر. امیدواریم که در هر کجای کره خاکی که زندگی مونین، کسایی که ما از وطن بینین در خارج از وطن، از ایران، پاکستان، اروپا، استرالیا، کانادا، آمریکا، هر کجای هستین جور و صحتمند و یک زندگی مملو از خوشی و صمیمیت کنار خانواده خود داشته باشین. دوستای خوبیم، با گزارش امروزیم از پیشرفت کار بند اتحاد جاغوری خوش آمدید. امروز یک شنبه تاریخ 4 جوزای 1404 برابر با 25 می 2025 میلادی در خدمتشون قرار داریم از پروژه مردمی اتحاد جاغوری. دیگه دوستا امروز میخوایم از پیشرفت کار بند اتحاد جاغوری خدمتشون ویدیو بگیرم که چقدر پیشرفت کار داریم. دوستا اگر از ویدیو و گزارشم خوش اومد لایک و سابسکرایب فراموششون نشنه. دیگه در ابتدا موریم از پشت کانال بخششون ویدیو میگیرم که چقدر تغییرات پشت کانالم ده. خب دوستای محترم، در ابتدا گزارش خورده از قسمت کانال شروع منم. قسمی که شما در ویدیو مشاهده منین دیگه جر در این قسمت نیه و یک بسیار یک خبر خوب و خوشبخش حامیان این پروژه دیگه. دیروز ساعتی 8:45 این مزه قسمت بخششم ویدیو گرفتم که تنها 1 لیر خاک حدود 30 سان اضافه شد و از دیروز تا حال را قسمی که شما در ویدیو مشاهده منین اینه بخیر پشت کانال کاملا پر شده. به مو ارتفاع 5 متر که پارسال بود در مو ارتفاع رسیده. دیگه دوستا این هم از نحو پیشرفت کانال که شما در تصویر مشاهده منین. دیگه یگانه دغدغه مردم اینمی بود که همه پشت کانال بخیر کی پوشانده میشه. دیگه امروز بخیر این شاهدی تکمیل شدن پشت کانال هم شدیم. دیگه از این بعد بخیر طبق طرف غرب کانال این طرف هم میرخم لیر به لیر حدود 30 سان خاک اضافه میشه. جوری بخیری؟ خب دوستای عزیز، همادیم طرف غرب کانال دیگه قسمی که شما در ویدیو مشاهده منین. یعنی منجی کلا همو گلایی که از داخل کانال کندد همو گلای سوس را دوباره بردن در پشت کانال غلطک زده و چپک زده دیگه. یعنی قسمت را که شما مشاهده منین یعنی دوباره بوریش زده همو خاکای سوس چرا بال کرده دیگه. دوستا به این نحوی غلطک زده میشه.
خب دوستای عزیز بریم در پشت دیوار بند طرف غرب که کارهای پشت دیوار بند در کجا رسیده. ماشاءالله خدا بده قوت. دوستای عزیز قسمت جسم پایینی بنده که شما در تصویر مشاهده مونین خاک آورده دیگه هنوز تکمیل نشده. یکی تکمیل شد دوباره بخیر گلیدر میا و هوارکاری مونه دیگه. قسمت فیلتر بنده که شما در تصویر مشاهده مونین ایرا غلطک زده دیگه. قسمت جسم بالایی بنده هم که شما مشاهده مونین غلطک زده و آماده دوباره خاک آورده دیگه. دوستا یعنی سیخ را که شما در تصویر مشاهده مونین و اونو برچسب سرخ را دیگه اونمو به ارتفاع 30 سان ده دیگه. قسمی که شما مشاهده مونین از 30 سان بال خاک نمده دیگه. ماشاءالله بند اتحاد جاغوری بسیار یک رونق و یک پیشرفت خوبی دارد. گوشی شهیدو کرد خدا از بد و بلا حفظ کنه دیگه. کار در چند قسمت بند جریان داره. یک در قسمت پشت کانال که در او لنگر میزنه دیگه. در قسمت جسم پایینی بندم که شما مشاهده می‌بینید در او خاک میره. در قسمت فیلتر بند دیگه تازه مو او پاشیش تمام شده و یه هم جسم بالایی بنده. دیگه تشکر از آقای علیزاده مامایم که همه روزه در رأس کار است. از پیشرفت کار نظارت داره از ساعت 8 صبح تا موقعی که کار تحویل نشده دیگه. سر از این پروژه هست. دیگه دوستای عزیز تشکر از حوصله‌مندیشون که تا این لحظه همراه از ما بودین. و علیکم سلام. صبح بخیر. خوبی جان جور بخیر. سچین خدا سلامت باشه جور باشه زنده باشه. بخش بیننده سلام کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده‌ای که بیننده هستن. امیدوارم که جور و صحتمند باشن. سلامت باشه جور باشید. جور باشه. انجینر صاحب پلان و برنامه امروزی تو امروز بخیر. ما اول خوب پلان آتش جمع خان را گفتیم که تو سنگار اگر سرنگ زده میتونی اما را چکو که قسمت بالاییش هم روی زمین را که مزایم گریدر و لنگر نشه که زوررسی بیل شوه. بعد از او بیل طلا کنه تو پیش رخ از ساحه کاری بند خارج کنه. بعد از او ناگ سنگایش پخته بود بشکنه به خاطر بلده روی بند و اگر خام بود اونجا بانن دیگه. قسمت پلان از موی است که همون قسمتی که پایین مانده به خاطر سیل و این چیزا اول فوکس از مو اونجا که بسیار کل انرژی باید اونجا مصرف شود. اگر احیانا بیکار شد ماشینری یا چیزی باز بیاد ای بالا دیگه اول فشار کار باید اونجا باشد. انجینر صاحب قسمت پشت کانال و طرف شرق را شما اول کارمون چی رو می‌کنین؟ اندازه زی هم کف مونین یا چی رقم همین؟ ما امر گفتم فشار کار کلا اون طرفه. اگر ماشین چون ساحه اوج قید میشه نه جایش کوچیک میشه. احیانا اگر ماشینری بیکار شد میتونه اینجا کار کنن دیگه. ما که از نامو به توافق رسیدیم که شما اول کوشش کنید که طرف بال بیا. اگر موتورایشون بیکار شد یا چی شد این طرف میتونید که
کار کنید. در غیر از او کلا فشار رو اونجا برید که مو بالا بیا خطر سیل رفت شد. دیگه چند نفر از کارگرها داخل کاسه بند سنگ جابجا میکرد؟ اونا چون همی سنگکاری و شروع کردن به خاطر که اگر تکمیل شود بند باز همون سنگ بردن و انتقال دادن سنگ ها بسیار سخت تا اونجا. دیگه نال باید بیل اگر شما دیگه جای کار کنیم که بیل چینی چی میکنه و در بیل چینی اینجا ندارن دیگه اون کد نفر دیگه اون طرف نزدیک کنه از این طرف اگه شده سر بند یک چیزی نزدیک میشه که انتقال سنگ کم آسان تر شود. بسیار. انجینیر صاحب طرف غربی دیوار بند طول و عرض و ارتفاعش به چند متر رسیده؟ او ارتفاعش همون ترماک کار کرده قسمت بالاییش خب 5 متره. 5 متر هم چند سانتی متر تفاوت داره دیگه. قسمت پایینی رو به خاطر کندنکاری کانال ما گفتم شما کم پایین بمانید که بیل شما برسد اون چون سلوپ مخره و کندنکاری زو زیاد میشه. بازم قسمت پایین از چند لیر بنظر پایینه که باز دوستا باز گزارش تهیه کرده بودن که اون نشست کرده. اون نشست نبود و ما عمدن پایین مانده بودیم به خاطر که بیل ممکنه نرسن بیل دو این داخل از چون آزاد کنده نمیشه بیل جای نمیشه دیگه سر از اون دم قسمت پایینیش خوب بیل نمیرسید و پایین دو سلو استاد شده بود باز میکند دیگه او از او خاطر بود دو قسمت کم پایینه. خب یعنی قسمت های غرب گفتم مثلا طول و عرض ارتفاعش به چند؟ این فعلا در 7.23 بود بنظرم. میتره 7 چند است دیگه. آره 40 چند بود. خب ما در موبایل حساب کردم ما اعدادش یادم رفته که 7 چنده دیگه. عرضش 23 متر نصفش 23 چند میشه 46 متر عرضش شده دیگه. بسیار خوب. دیگه در قسمت فیلتر بندم بخش بیننده بگو که دوباره یک قسمت را کندن کاری مونیم؟ یک قسمت دیگه متر که بالا میره این کنده شده میره. ما گفتیم که حال اموار شده دیگه شما باید کم بیشتر بکنید. مواد ازی باز خوبش است میتونه پس دوباره در اینجا کار کنن. خب یعنی مواد خود امزی قابل استفاده. مواد خود ازی قابل استفاده. فاصله از معدن گیل هم نداره دیگه. نه گیل چی خوب شه. این طرفش قابل استفاده است ولی اون طرفش نه. اون طرفش ریگ و چیه. و اگر مثلا اگه چه کنی اگر موادش گرچه هم در قابل استفاده است مدام مثل ازی واری نیست چون گیله و ریگ باید در اطرافش میشه کشیم چون ما در ترکیب ازی ریگ داریم نه اون ریگ میتونیم که از این میکس کنیم در غیر از اون تنهایی نه این میشه که استفاده کنیم. در قسمت معدن گیل هم سر میزنی چطور است کیفیت معدن حالا قسمت بالاییش زیر از بسیار خراب برآمد موادش باز بیلار که تمره و طرف ریلا کنید بیاید این طرف که مواد خوبه اگه این طرف هم ما فرصت نگیریم از دیست از شلنگ تراس که میره یک 20 متر از چیزی نشان بزنیم برای زا گریدر یک یا گچ یا گریدر گفتم میره جرد یک برای زا معلوم شود که نزی پیش ما حق نداریم. بسیار وشرو دمی طرف درن دیگه. او خو هر کس خوبه چی رقمه؟ و چی بگیم دیگه چیزی که گیلش هم خوبش است. گیلش هم خوبش است چون دیگه می گیل که میاد دیگه چپاک و کل گپاش خوبتر میشه از خاطر و هم کوشش نکنه نزدیک کنه خودم. نزدیک چی خنده دیواری بند. کوشش میکنه که نزدیک کنم. ما تصمیم داریم که 1 متر بزنیم لاقل بالا زیرم 20 متر زیرش چون همین میل بند برو پایین. برای بند خطر ایجاد نکنه. و این میشه که مثلا چون چپاک از چپاک بند تقریبا یک چیزه. یک چیز که نه او طبیعیه و زیاده. ولی این که مو چپاک میکنی با او کیفیت چپاک نمیشه با طبیعی. اگر پسانی تو دوستا اگر یک هزینه دیگه کنه که مثلا روی زورم مثل از روی بند وری سنگ و جغل و این چیزا چی نه کمزور لغزش باز چیزا جلوگیری کنه چون در قرارداد نیست او چیز. اگر نزدیک شد اون کار قدم میشه دیگه او احتماله که من میگم شاید لغزش کنه. اگر لغزش کرد در موقع که آمد دیگه چون او عملی یک آدم نظری میگه که عملیه دیگه نظری شاید ما میگیم شاید لغزش نکنه ولی اگر لغزش کنه اون تدابیر که مثل از یا سنگ جغل ریگ تو میکس باشه باید سرش بندازن کم لغزش از جلوگیری کنه یا موسل پروتکشن که طریقای مختلف داره و امور سرش در کار بگیره. بسیار خوب. تشکر انجینیر از معلوماتی که همراه بخش تشکر سلامت باشه زنده باشه. پیامی بخش بیننده ها گذاریم. ما از تمام بیننده تشکری میکنیم تا این دم با ما بوده و از این بعد انشالله که تنها نمیمانند دیگه. ما آرزوی سلامتی دارم برای کلشان برای فامیلشان برای احساسات بسیار خوبی که دارن اونا. ما از اونا صمیمانه تشکر میکنیم. سلامت باشه جور باشه. خب دوستای نازنینم یم نمای پشت دیوار بنده که از سمت غرب بخشش ویدیو میگیرم دیگه.
دوستای عزیز بخششون بگیم که کار بند اتحاد خدا را شکر امسال بسیار یک رونق و یک پیشرفت خوبی داره. پارسال تیر ماه که بود یخی بود دیگه، به مو خاطر ماشینالات تا ساعت 9:30 را دیگه در حال گرم کدو بود، پایپ فارم کرد و به خاطر یخی دیگه امسال یک رونق خوب و یک پیشرفت خوبی داره دیگه. دیروز آقای تقی‌زاده و آقای شریعتی بسیار یک خبر خوب و خوشایند داره. بخش حامیان این پروژه دیدن که یک کمک عالی از طرف خواهر عزیزم نازنین نظری و همچنان پدری بزرگوارش آقای عارف نظری و خانواده احمدی که یک کمک خوب و بسیار عالی بخش بند اتحاد را یکدن دیگه. از آقای احمدی بسیار تشکری مونیم، از خانواده‌شی که همیشه کمک هایش سر پروژه های بزرگ، نه تنها پروژه بند همبستگی سنگجوی لومان، بند رویا و امید تمقل لومان و سایر پروژه های بزرگ را یکده جادره که از طرف خودم و نیابتا از طرف عموم مردم پایجلگه از این عزیز و این عزیز خیراندیش تقدیر و تشکر کنیم. خب بینندگان خوبیم، وطندارای نازنینیم، آمادیم در معدن گیل و یا مو گیلکنه دیگه. مثل همیشگی کار دو اسکواتور هم بسیار عالی پیش میره و یک رونق خوب و یک پیشرفت عالی داره. دوستای عزیز این هم از نم و رطوبتی که در پشت گیلکنه آوز میزنه تا نم و رطوبتش زیاد شده.